یکی از مشکلاتی که اضطراب ایجاد میکنه بر تنفسه. این اگر دقت بکنید موقعی که مضطرب میشوید، دچار اضطراب میشویم، نگران میشویم و مشکلات اینچنینی پیدا میکنیم، یکی از مسائل اصلی همینجاست که نفسهای ما کوتاه میشود، عمق لازمه رو ندارد و یکی از پی دیگری اتفاق میافتد. یعنی بنده وقتی مضطرب میشم نفسم اینجوری میشه. چه اتفاقی داره میفته؟ نفس عمق نداره، کوتاه، پی در پی هم داره اتفاق میفته. یعنی گوییم که راه نفس بسته شده و ما فقط داریم با این حرکت کاری میکنیم که فعلا زنده بمانیم، چون اضطراب این کارو ما کرده. اینجا اگر ما بتوانیم وضعیت تنفس و نفس رو تغییر بدهیم، قطعاً به عنوان راهکار میتونه به ما ابتدا کمک بکنه.